توی این آموزش میخوام بهت یاد بدم که چجور فایل اتوکد رو توی 3D Max آپلود کنی و مدل سازیش رو انجام بدی. توی آموزش قبلی که لینکش رو واسهتون اینجا میذارم برید ببینید حتما. یکی از روش های ایمپورت کردن توی فایل 3D Max به روش تصویر و مدل سازی دیوارها رو ما انجام دادیم، حتما برید ببینید. روش دیگه ای که باز هم لینکش رو واسهتون میذارم، اون هم آموزش دادم به صورت شورت ویدیو که چجور بتونید با استفاده از وال توی تب کرییت که وارد میشین جیومتری AEC وال که انتخاب کنید به روش وال. من این مدل سازی رو بهتون آموزش دادم، حتما برید ببینید. حالا من میخوام با استفاده از فایل اتوکد که ایمپورت میکنم داخل 3D Max و دستور وال بیام این کار رو انجام بدم. میایم توی قسمت فایل ایمپورت رو که زدین فایلم رو اوپن میکنم. اگه این گزینه فعال نبود ری اسکیل رو من تیکش رو بزنم این فعال میشه. میاریم رو حالت مترز قرار میدیم و اوکی میکنیم. الان بریم ببینیم دیوار اوکی شده یا نه. خب الان من توی قسمت عرض دیوار 30 سانتی متر دقیقا درست انجام شد. خب دلیتش میکنم، دکمه جی رو میزنم و این صفحه گریدی که پشت سر کارم هست رو حذف میکنم که بهتر بتونم ببینم. حالا گفتیم با استفاده از والی که توی تب کرییت جیومتری و استاندارد میاریم روی حالت AEC Extended و وال رو انتخاب میکنیم. توی اینجا یه سری تنظیماتی هست که باید اعمال بشه. مثلا توی قسمت وای میایم عرض دیوارمون رو ترسیم میکنیم، یعنی اندازش رو میزنیم. اول من دیوارش 30 سانتی رو میخوام کار کنم، پس من 30 سانتی متر میزنم. حالا توی قسمت ارتفاع های من میذارم روی حالت 280 سانتی متر. پوزیشنش هم که اینجا من توی حالت لفت قرار میدم واسه شروع کار. ببینیم روی حالت لفت کار میشه یا نه. تی رو میزنم میام روی حالت پرسپکتیو، زد رو میزنم که زوم بشه روی پلان. دکمه اس رو میزنم که اسنپ هم فعال بشه تا دقیق دیواره توی جای خودش قرار بگیره. خب من از اینجا کلیک میکنم، توی حالت لفت جواب داد و دیواره افتاد روی قسمتی که باید باشه. خیلی راحت من این دیوار رو ترسیم میکنم به همین سادگی. وقتی که یه کاری رو یه دکمه رو اشتباه زدید که ترسیم اشتباهی صورت گرفت، فقط کافیه دکمه بک اسپیس رو بزنید برمیگرده روی حالت اول. من روی این قسمت کلیک میکنم، میخوام بیام روی این دیوارم ترسیم بشه بیاد، پس باید روی اینجا من کلیک کنم تا بیاد روی این حالت قرار بگیره. خب دوباره من بک اسپیس رو میزنم که دقیق تر این کار واسم انجام بشه. خیلی راحت من تونستم این دیوار رو ترسیم کنم. دیوار 30 سانتی. بک اسپیس رو میزنم برمیگردم. خب حالا دکمه اسکیپ رو میزنم که از حالت انتخاب فعال دیوار خارج بشه و میام دوباره وال رو انتخاب میکنم. با همون تنظیمات دوباره این دیوار رو تا اینجا میام ترسیمش میکنم. خب دوباره بک اسپیس رو میزنم از حالت انتخاب خارج. یه سری دیوارها هم هست که اینجا هنوز ترسیم نشده، دوباره میام والش رو فعال میکنم، این رو میزنم. بعضی جاها هست که مثلا اینجا ضخامت دیواره خب بیشتر از حد معموله. اینجا هیچ مشکلی نیست، ما با استفاده از ادیتیبل پولی میایم این کار رو انجام میدیم. دیوارها رو خیلی راحت میتونیم ادامه بدیم رو
روی کارمون. توی این قسمت هم یه 30 سانتی من اینجا داشتم. در ادامه من واسه این که دیوارهای 20 سانتی رو هم بکشم میام چیکار میکنم؟ از خود دیوارهایی که ترسیم شده من میام این کار رو انجام میدم و دیوار 20 سانتی رو میکشم. دکمه S رو میزنم از حالت اسنپ خارج بشه و کلیک راست میکنم که وال هم از حالت فعال خارج. حالا من میخوام این قسمت از دیوار رو ترسیم کنم. من این دیوار رو انتخاب میکنم و روش کلیک راست میکنم، Convert to Editable Poly رو انتخاب میکنم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم دکمه 2 رو میزنیم، میریم رو حالت اج اول آخر رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و یه کانکت بهش اعمال میکنم. دقیقاً وسط این دیوار اومده این خط رو کشیده. دکمه 4 رو میزنم که این بتونم پلیگانه رو بگیرم. دکمه F4 رو که بزنیم خطوط پیرامونی کارمون رو خیلی راحت میتونیم ببینیم. W رو میزنم روی حالت موو قرار بگیره. شیفت رو نگه میدارم و محوری که میخوام به سمت اون حرکت کنم رو انتخاب میکنم. کلیک رو میگیرم، ول نمیکنم و میارم روی جایی که نیاز هست اون رو ول کنم. خب تا اینجا من دیوارم پیش اومده و این رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. دوباره ادامهش میدم تا برسم به این قسمت. همزمان اسنپم رو روشن نگه میدارم که بتونم خیلی دقیق اون دیواره سر جاش بشینه. ببینید از چند روش خیلی ساده و راحت من تونستم دیوارهام رو ترسیم کنم. حالا اینجا من دوباره شیفت رو میگیرم، محور رو میگیرم، میکشم روی حالت. حالا اینجا دیواره تا اینجا اومده و در ادامهش هم از اینجا اومده. خیلی راحت تونستیم این دیواره رو ترسیم کنیم. حالا یه سری دیوارها هست که مثل اینجا یه خورده ضخامتش بیشتر. دقیقا همین کار رو روی سر این انجام میدم. من دکمه 4 رو میزنم که از حالت پلیگون اون دیوار خارج بشم. این دیوار رو انتخاب میکنم و دوباره این رو کانورت میکنم به ادیتبل پلی. 4 رو میزنم که این پلیگان ها رو بتونم انتخابش کنم. دکمه شیفت رو نگه میدارم و میکشم به سمت جلو. حالا این دیوار رو ادامهش رو میدم بیاد جلو. خیلی راحت تونستیم دیوار رو ترسیمش کنیم. توی 2 حالت ما الان دیوار رو ترسیم کردیم. خب من بقیه دیوارها رو هم به همین روش ترسیم میکنم تا بعد از ترسیم دیوارها دوباره میام خدمت.
ما با این روش هایی که بهتون آموزش دادیم خیلی راحت تونستیم دیوارهای این پلانمون رو ترسیم کنیم. یکی با استفاده از قسمت Create Geometry و AEC رو که انتخاب کنید. این وال خیلی راحت یه سری تنظیمات داره، اعمال میکنید قامت و ارتفاع و دیوار رو روی کارتون ترسیم میکنید. یه روش دیگه هم هست که شما دیوارتون رو اینجا ترسیم کردین، تبدیلش میکنید به ادیتبل پلی و ادیتبل پلی هم خیلی راحت با استفاده از شیفت و موو دیوارتون رو ترسیم میکنید. این بود از آموزش امروز که خیلی راحت تونستیم دیوارهایمون رو با استفاده از این دو روش ترسیم کنیم.